فکر کردید ما با یه بار بیخیال میشیم؟ نه، ما تا به جواب مطمئنی نرسیم جواب آنالیز رو رد نمی‌کنیم. ما توی آزمایشگاهمون گاهی وقتا نمونه هامون مشکوک هستن و نیاز داریم که آنالیزمون رو تکرار کنیم. همه چیزایی که ما توی میکروبی نیاز داریم باید استریل باشه، مثل این اسپاچول که ما میایم با شعله استریلش میکنیم. قطعا زمانی که آش رشته میپزید هیچ وقت به این فکر نکردید که همین نخودی هم که توی آش ازش استفاده میکنید یه همچین تشریفاتی داره و نیاز به استاندارد داره. خب ما الان نمونه برداریمون رو انجام دادیم تو حالت استریل و حالا باید بریم کشتش بدیم. این محیطای کشتمون رو قبل از استفاده باید گرمش کنیم که به حالت مایع در بیاد. خب ما نمونه‌مون رو ریختیم، حالا باید محیط کشت اضافه کنیم.